این شما و این هم منطقه تیلوم زیبا. دیگه اینجا پیاده رفتن کست سخته، چی برسه که در موتور و موتر. دیگه نسایی که واقعا خیلی زحمت کار داره که بین سنگ یک بیت نه یک راه جور کنه. دوستا و بینندای جاغوری دیار، بازم سلام علیکم. امیدوارم که جور و خوش و سر حال باشید. بازم شما را خوش آمدید میگیم در یک ویدیوی تاب و ناب از چینل جاغوری دیار. دیگه بازم که میبینین این با جمعی از جوانای گل امروز راییم بخیر طرفی تاگ تیلوم. شاید شما قبلا هم شنیده بودشین نامش را، یا کسایی که از جاغوری حتما اونجا یک سفر کردم. دیگه ما با جمع از جوانا موتور، چون راه موتر کسی کم خرابه، دیگه شوق کردیم بریم این مسیر سعی کنیم که توت در چی حد رسیده، یعنی رسیده هنوز نرسیده چند در بعد میرسم یک اول بگیریم. باز بلده شما هم کسایی که مسافرین طرف جاغوری رایه در ویدیو ببینید که چقدر توت کی میرسه، رسیده نرسیده، که یعنی شما بخیره که با این مستقیم بارین دیگه اطلاعات داشته باشین. دیگه یک سلام علیکی می جوانامونه. دیگه در ویدیوها دوستای عزیز نگفتن هم ما از جای تاب و ناب جاغوری بلدهشون ویدیو میگیریم. ویدیوهای از ما رو بیننده باشین. اگر یعنی ویدیو از ما شما نو میبینین در چینل از ما سر دهین که ما خیلی ویدیوهای لوکس از منطقه جاغوری جان برای شما گرفتیم و میگیریم. اینا سلام علیکی جمشید جان داشته باشد دیگه میتر قطار. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده عزیز سلام علیکم، امیدوارم که خوب و خوش باشین. دوستای عزیز، قسمی که داوود جان بلده شما گفته امروز ما بخیر چکر راییم و او هم طرف تاگ تیلوم. دیگه شما دوستای عزیز بیننده ویدیوهای ما باشین و ما حمایت کن. دیگه ما بخیر ویدیوهای خوب رو بلده شما جور منیم. انشالله که شما یک نظری پیشنهاد اگر داشته باشین باز قنیقه از ما شریک کن که ما انشالله ویدیوهای خوب را بلدشم از این بعد تهیه کنیم. دیگه دوستای عزیز ما را همراه باشین. بله، سلام احترامات خدمت دوستان عزیز دور و نزدیک، بیرون از افغانستان و داخل افغانستان. امید که جور و صحتمند و سر حال باشین. دیگه قد از مو باشین. دیگه امروز رای طرف تیلوم باش تو در سیل کنی رسیده نرسه بلده شما یک ویدیو از بهترین جای جاغوری بلدشم تهیه کنی. دیگه قد از مو باشید. سلام علیکم دوستای عزیز، خوب جور صحتمند باشین. ما امروز با جمع رفقا و دوستا طرف تاگ تیلوم چکر روان هستین. شما ما را حمایت کنین دیگه. سلامت باشین. خوش. این دوستای عزیز بریم یک چکر هم زی گلم یک دیدن کن دیگه. چی گل زیباست. به دیگه باز بخیره دوستای عزیز. باز دمی کومنت ها و دمی چیزا اگر ویدیوی ما رو میبینین بگین کجای جاغوری را شما دوست دارین که ما همو جای بریم بلدهشون ویدیو بگیریم. جان تو دوشار مادری شار دختری قام قسم خوردم نموشم از تو بیزار دختری قام سفر مورم میچی قل دیدشی دختری قام یا صدقه روی ده دیوال تا دیدشی دختری قام
دستای گلدانی ورسی دستای گلدانی ورسی پشت ماشی دختر قوم سلام کردم گفتم مانده نباشی دختر قوم دستای گل دستای گل جدایی را دیگر طاقت ندارم دختر قوم خیال و خاطری راحت ندارم دختر قوم جدایی را دیگر طاقت ندارم دختر قوم خیال و خاطری راحت ندارم دختر قوم ای دستای گلدانی ورسی پشت ماشی دختر قوم سلام کردم گفتم مانده نباشی دختری قوم رسیدیم بخیر در پل برات موریم بخیر اسمش دارو؟ نه دیگه دوستای عزیز این تو ویدیو گرفتم موریم دیگه بخیر باز شما ما را تماشا کردین دیگه اگر دیگه رفقای از ما مگه گفتنی داشته آره دیگه گفتنی خاصی نیه دیگه اینمی از مسیر راه رسیدیم دیگه در پل برات دیگه اینجا هم یک جای خیلی سرسبز خصوصا این درختا که خیلی لوکس مایه ویون پشت سر گفتیم یک چخنه شارد از اینجا هم بگیریم دیگه باز اینجا آور خارج زبر از اینو نشان میده کور نشان میده که مردم امزی ویو کسایی که در پل برات هم در یک یاد خاطرات تازهش نه اینا حرکت کنیم دیگه قسم بر سرزمینی خسته ای من دختری قوم و این ملگا هنوز عادت ندارم دختری قوم ای دسته ای گلدانی ورسی پشتی ماشی دختری قوم سلام کردم گفتم مانده نباشی دختری قوم دختری قوم دختری قوم دوستان عزیز رسیدیم در دانی پل لالای رزا ماهی گرفته او یک دقیقه ماهی نشو بدی سکو یا دوستان عزیز لالای کشی دارم ماهی گرفته ماهی های سایی گرفته لالای رسیل بده سایلو اوه این دو دن ماهی رو در چی کس دیر گرفتی؟ تازه گرفته؟ بشاو بسکی کباب منی؟ تانی؟ نه دیگه دوستای عزیز موی رو شخ پخت داره موتور این میچیر داره دیگه اون ما هم چرا خواندم از این منطقه دیگه گرمیم خیلی شدیده این سعی کنیم که بچه های رزا دستم ماهی میگیره گفتم یک ویدیو گم بگیرم و اون لالای دیگه هم هست در اونجا ماهی میگیرم بچه های رزا شاید خدا
مایی سهم ندارم. بازم میگم اینجا هم خیلی خوب قشنگ جای مردم باید بلده. خول میشه. آه اینی راه که پیش بریم بریم به طرف خیلی دیگه کوتالام خیلی راهی جالب دیره دیگه شما بیننده باشین. دیگه اینجا کوتلا ماری منی کوتلار سایکین دوستای عزیز سن طرف تاکتایلوم ماره دیگه اینجی منطقه دانقوله بازم زی منطقه دانقول متر موریم نوبله یمو نوبله دانقول است دوستا. خود دیگه مور همراه باشین دیگه موریم بخیر. اگر کنده شود از ملک مردم آبودانه بشری خود بسازم از محبت آشیانه. اگر کنده شود از ملک مردم آبودانه بشری خود بسازم از محبت آشیانه. دختری قم ای دسته ای گل دادی واسه پشتی ماشی دختری قم سلام کردم گفتم مانده نباشی دختری قم. حالی جان تو دو شرماده ای شار دختری قم قسم خوردم نموشم از تو بیزار دختری قم. یا گورو زندگی نو مهربانه دختری قم کمی هم دور برهان ناجوانه دختری قم. دستایی گل داری ورسی پشتی ماشی دختری قم سلام کردم گفتم مانده نباشی دختری قم. جدایی را دیگر طاقت ندارم دختری قم خیال و خاطری راحت ندارم دختری قم. جدایی را دیگر طاقت ندارم دختری قم خیال و خاطری راحت ندارم دختری قم. ای دسته ای گلدانی ورسی پشتی ماشی دختری قم سلام کردم گفتم مانده نباشی دختری قم.
اگر کنده شود از مرغی مردم آبودانه بشری خود بسازم از محبت آشیانه اگر کنده شود از مرغی مردم آبودانه بشری خود بسازم از محبت آشیانه دختری ای دسته گل دادی ورسی پشتی ماشی دختری قام سلام کردم گفتم مانده نباشی دختری قام حلای جان تو دو شار ماده ای شار دختری قام قسم خوردم نموشم از تو بیزار دختری قام یا گورا زندگی نامهربانه دختری قام کمی هم دور برهان ناجوانه دختری قام دسته گل داری ورسی پشتی ماشی دختری قام سلام کردم گفتم مانده نباشی دختری قام جدایی را دیگر طاقت ندارم دختری قام خیال و خاطری راحت ندارم دختری قام جدایی را دیگر طاقت ندارم دختری قام خیال و خاطری راحت ندارم دختری قام ای دسته گلدانی ورسی پشتی ماشی دختری قام سلام کردم گفتم مانده نباشی دختری قام قسم بر سرزمینی خسته ای من دختری قام و این ملگا هنوز عادت ندارم دختری قام ای دسته ای گلدانی ورسی پشتی ماشی دختری قام سلام کردم گفتم مانده نباشی دختری قام دختری قام دختری قام شرم اینجا سر سرشونه دیگه این سخت نیک از بغلش تیر شونه یکی باید پس بره دیگه خیلی راهی برای موتر کم خطرناکه دیگه اینی منطقه است
این قبلا که بوده همین کاملا سنگ بوده دیگه، بین دو تا سنگ که به اصطلاح راه جور کرده با چقدر زحمت دیگه. واقعا دم از این مردم گرم، اینا کسایی که این راه را جور کرده، چون راه یک چیزی واجبی مردمه، چون پیش از یک باری خانه هست مردم زندگی نه، خدای نخواسته یک مریضی چیزی پیش باید دیگه، باید یک سرک باشد که خدا در جاغوری یا پیش طرف غزنی کابل برسونه دیگه. اینجا پیاده رفتن کست سخته، چی برسه که در موتور و موتر دیگه. نسایی که واقعا خیلی زحمت کار داره که در این امکاناتی که مثلا در افغانستان است جاغوری است، این بین سنگ یک بیت نه یک راه جور کنه، یعنی دستایش را آدم کسایی که این زحمت کشیده باید ببوسه، چون خیلی زحمت کشیده. اینه دیگه بین دو سنگ و دو درک است اینا راه جور کردن با این امکانات کمی که دارن. رام کس تقریبا وقت نشده که مثلا جور شده شو دیگه، می چند سالای اخیر جور شده دیگه. این بخیر سر از این تپگک که بال شونیم در منطقه تاگ مرسیم، تیلوم مرسیم. تاگ خلاص منیم دیگه در تیلوم. حالا که دیگه هم از راه ازمو تیر شد، گفت بعض جایش توت خوب سعی خورده نیشته دیگه. بریم بخیر. این شما و این هم منطقه تیلوم زیبا. به 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 ماشاءالله. این از اینجا که پیش بریم بخیر. اینتر بین از چی مریم دیگه میرسیم بخیر دیگه. شما هم دوستای عزیز بیننده باشین و از ویدیو فقط لذت ببرین دیگه. مومتا آساسا تاشتم مریم طرفی پایین دیگه. اینی هم دوستای عزیز منطقه تیلوم. از یک پیشتر بریم فقط یعنی دو دره مفته خو آوازینش تیر شده دیگه، یک 3 متر دره دیگه. این دره پیشرویی که هسته دیگه، از اینجا که تیر شینه فقط دو طرفش هم دره دیگه. تلوکس سرسبز خوشگل. باید بریم بخیر دم پایین بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز رفتیم دیگه طرفی تیلوم.